امروز در آتش جنگ میسوزه. دولت مرکزی هم توجه چندان نکرده. دیگه در این اواخر وضعیت بسیار ناگوار هست که مردم خیلی به سطوح آمده. هزارها فامیل در و در و بیچاره جای ندارن، سرپناه ندارن، در دشت و چمن ها اینجا به سر میبرن. وضعیت خوب است. ما در جریان هستیم که اقدام نقاطی که فعلا شما مشاهده میکنین زیر کنترل نیروی امنیتی آمده. پروگرام‌های ما ادامه داره. پاکسازی دیگه الحمدلله چند نقاطی که ما گرفتیم قلمدانی جدید گرفتیم، وابسته گرفتیم، بعضی نقاط دیگه شهر گرفتیم. فعلا نقاط ما در شهر است. تلفات دشمن امروز از طریق واقع سرشان باکس صورت گرفت. در حدود 83 نفر تلفات داشتند که در جمله کشته شدگیانشان 3 نفر طبیعی عربی به خود داشتند. اونجا راکت خورد.